این یک لامپ دکوری رومیزی هستش که با چوب و رزین ساخته شده و لامپ ادیسونی یا لامپ المنتی کار میکنه. یه ولوم هم داره که میتونید باش نورش رو کم و زیاد کنید. اگه دوست این لامپ خفن رو داشته باشی فقط نیاز به خلاقیت و انرژی داری. بریم تو کارش که با هم دیگه درست کنیم. پس بزنیم. برای شروع به دو تا چوب 8 تا 8 سانتی متری احتیاج داریم. حالا با به سلیقه خودتون میتونید ابعادش رو تغییر بدید. زلاشو در میارم و بعد شروع میکنم به سنباده کاری با مینی فرزم. بعد میام با اوور فرز فضای داخلیشو که قرار برد اونجا قرار بگیره خالی کنم. بعد از خالی کردن چوب شروع میکنم با تلق پلاستیکی یک باکس مکعبی درست میکنم تا بتونم فضایی که باید رزین کاری بشه رو مشخص کنم. با چسبنواری قشنگ فیکسش میکنم، با چسبنواری کامل میبندم سوراخاشو و رزین رو قشنگ حل میکنم و بدون حباب در میارم. برای این کار میتونیم رزین رو وکیوم کنیم که چندین بار این کار انجام میدم. میبینید رزین بدون کاملا حباب هستش و آماده ریختنه. بعد از اینکه رزین 24 ساعت گذشت و خوش شد، من از رزین رقیق استفاده کردم. حالا کار رو در میاریم و با سنباده ایراداتش رو برطرف میکنیم. اینجا از آب استفاده کردم تا سنباده خوب کار کنه. بعد میام با یه مته گازو یا با هر مته دیگه یا مته گردبر سوراخ سرپیچ رو در میارم که همونجوری میبینید عالی شد. حالا با یک سنباده 3000 میام بدنم سنباده میزنم تا قیافه مات به خودش بگیره. بعدم میام اینجا پیچای رزوه برنجی رو روی بدنه پلاستیکی که پرینت کردم در میارم تا جایگاه درمون مشخص بشه. حالا میام برد دیمر 2000 وات AC مو که با قیمت 100 تا 200 هزار تومان میتونید تهیه کنین و پیچاشو میبندم، سیم کشیشو انجام میدم، سر ولومم میذارم و سرپیچم به خروجیش متصل میکنم و دیگه آماده است. این شد لامپ دکوری رومیزی ما که کاملا دستسازه و میتونید واسه خودتون یکی درست کنید. ویدیو کامل با تمام جزئیاتم داخل کانال یوتیوب هستش، میتونید داخل کانال یوتیوب ببینید یا هم که همینجا لینکشو گذاشتم کلیک کن و برو توش رو ببین.